سردار چی شد؟ دکتر نمرده است. یاری تجلی را جغن زودتر. ایده سردار. اگر محو شدنم رو دانم هم به مرگ تو راضی نمیشه و میگید آخر او قصدی کشتنی مرا داشت. اما چرا دختر را کشت؟ اینجا چی اسراری است نفهمیدم. این دختر به کجا رفته باشد؟ گویا که زمین کفیده او را به خود فرو برده باشد. اگر به جهنم گرفته باشه تو را یافته از آنجا میبرارم. برای چی مرا نپراندی؟ برای چی محض دکتر را پراندی؟ همش را یک یک به من میفهماندی. سردار محمود ترک و محمد ابش را تسلیم کردیم. حال دکتر وزین است. فهمم. آنها را در حال به مرکز ببرید. فهمیدید؟ کو ببینیم برای ما چه گفتنی های دارند. زودتر جمع کنید. میرویم. اطاعت سردار. زودتر. الو جانم رو با یک عذاب نجات دادیم. این جانی تو چقدر جان بوده است. همیشه در عذاب است. یگان کار ناکرده در عذاب است. عیناً مثل گفته شما. من از فرصت استفاده برده گفتم که مرگ من به پیکس لازم نیست. زنده بودنم لازم است. من باید از اینجا روم. یعنی که گریختی؟ نه عالی جناب، یعنی برای حرمتی کردن شما از آنجا رفتم. میلش در هر کار بهانه ای تو تیار است. لب را دراز نکن. به خانه نو بیا. سراغ را میدانی. اطاعت عالی جنابم. چی کار میکنی؟ شما هم اینجا بوده جناب؟ خواستم که برادران را یک نظارت کنم. عملیات چخل گذشت؟ محمود ترک و محمد افشار را بچه ها با مرکز میبرند. بسیار خوب. دکتر چی؟ دکتر زخمی است جناب. جناب اگر به شما گویم که اراکی پران شاید با من باور نمیکنید. مراق میکند. کی بوده است تو؟ همان دختری که لیلا نام دارد. او میتوانست مرا کشد اما دکتر را پراند. خدایا توبه.
من هیچ رو نفهمیدم جناب. مرا یک طرف گذاشتم ماست دکتر را پراند. جناب به فکری شما وای چرا این کار کرد؟ شاید بین آنها یگان جنجال شده باشد و او این را فرصت دانسته برای نیست کردن دشمنیشان او را پرانده باشد. فهمیدم اما او میتوانست در آنجا مرا نیز مثل کپ شکار کند. آخر جان من تماما در خطر بود. یگیت آیا من فال بینم؟ جواب این سوال را وقتی لیلا را دستگیر کردی بعد میفهمیم. اگر بار دیگر این زن را دستگیر کنم اولین سوالم همین خواهد بود: چرا مرا نپراندی؟ برای چی مرا و محض دکتر را پراندی؟ حالا کاری که باید کنیم بسیار است. با من بیا. نه خود تو رو پرونم یکیت. کاش میدونست که برایت جانم رو دریغ نمیدارم. خدایا. پیکاس میدونی از هر طرف تیرباران شد. آن وقت کلاهم رو گم کردم. مرا گوش کن کایامینیک. سنگ هستی خرسنگ هستی فرق ندارد. باز یگان کاری حرامت را سر نکنی. هرگز علی جناب. چه خیلی حرام. حرامی گفتگیتون مثل دیگر شخص ها می باشد. من یک شخص ناچیز یک نفر عادی می باشم. اگر مثل گفته شما می بودم کلاهم را گم می کردم. شما خوب می دانید که من به کلاه زندگی کردم. کایامینیک دفتری پیشینت پر از گناه است. یگانه شخصی شبهناک تو هستی. یک بار خطا کردم گفته شبهناک نشمارید مرا. این سخنانتون را شیطان شمال داده از دهانتون نیست کند. وقتی که تو هستی حاجت به شیطان نیست. مرا دیوانه نکن. مکان دادستان را با آنها جادوگرها البته نگفتن. اگر آن شیطان تو نباشی پس این خائن کیست؟ آنهایی که با آنجا حمله کردن چرا میدانن؟ از عملیات بزرگمان با خبر هستن. آن چیزی که میدانید گپ زنید نباشد همت را گپ زن. کایامینیک عملیات بزرگ را تو نابود کردنی هستی. هرگز پیکاس جان برادر. این چه خیلی سخن است؟ من غلام شمایم. خدمتگار شمایم. این عملیات برای حیات من مهم است. پس چه من آن را نابود کنم؟ من برعکس در این عملیات به شما یاری میدیم پیکاس جان. پس وی کیست؟ از که این کاری سود را آموخت؟ تلفن زنگ میزنن. جواب دهم. کنی جواب ده. کی بوده است؟ جواب ده. لبی الو. من لیلا باید حتما بخوریم. بگوید حالا در کجا هستید؟ لیلا در کجا بودنم را میپرسد. گپ زنم. میلش سراغه را گوی. لیلا جان ما در آفیس پیکاس میباشیم. در کجا واقع است؟ در علمدک. فهمم. آنجا را میدونم. حاضر میآیم. در درونمان یک خائن است. او را در حال یافته برآوردن لازم. عجبا این خائن لیلا باشد. هرگز علی جناب باوری من به لیلا پوره است. دمد را گیر کایامینیک. اینیک من خائنی میکنم اما اون نمیکنم.
اکه این آدمون بسیار هم ورزش کلان دارنده. شاید. گوش کنید. ما جنگ برادری را نمیخواهیم. شما با ما معلومات وقت بدید. ما باشیم با شما یاری میرسانیم. بیایید همه یک جا پیش راه این خونریزی را بگیریم. بله خوش آمدید با بلبل خانه. سرکمیسر آزادی شما رو میخواهد. رفیق خان کو شما زودتر برایید از اینجا. برایید ها اکا گپ زدنمون در کار. من اول باید اینها رو با گپ درارم کو تو هم برام. مایلش یک برگوش کنه. خیری با تو گفتم که با بیرون برام. خیری زودتر. همین طور رفیقان. تا حال کسی را ندیدم که به اینجا آمده باشد و سخن ناگفته رفته باشد. برای همین هم شما را به گپ ندار آورده سر نمیدهم. کو اکنون گپ زنید. همراه پیکس چه غرضهای ناپاکی دارید؟ برای چه خدمتی را میکنید ها؟ برای چه؟ گپ زنید بگم. جناب رئیس محترم، این آدم ها برای چه کوشش کردن که تو را به دار آویزند؟ آیا تو را هم به صف شخصانی که مردهشان از زنده بودنشان بهتر است شامل کردنی بودند؟ پیکس یک عملیات بزرگی را به نقشه گرفته است. کو بگوی آن چی نقشه است؟ آن چی نقشه است؟ او کجا شد؟ حاضر می آید. با گمانم در اولی کار همه را برباد دادید. تو با ما مسخره بازی میکنی؟ برعکس در آغاز کار افتاده نشوید گفته را بلند میکنم. این چی کار است این خیل؟ تو کیستی ای دختر کیستی؟ اوایی ما گلکی بودنم رو که مینی با شما آره جناب لیلا. تو کاردار نشم منی کیا ما را تو خبر کشی کردی ها؟ من جانم رو با یک عذاب نجات دادم. شما چی گفتن تو رو میدانید؟ با من افسانه نقل نکن ها؟ راستش را بگو. یگید عملیات بزرگ را میداند؟ چیزی رو که نمیدانم نمیگویم. گبرا نگریزان. لیستید مرا کشتن میخواهید؟ خواستی من هم این است. در اینجا گلویت را زیر کرده میکشم. جناب با دقت باشید. تو هیلگر مرا به گپ گرفته کاردت را برآوردن میخواستی. در دستت بوده را پرتا گفتم. پرتا گفتن رئیس چرا خاموشی گفتن؟ ها؟ تو حالم جانبداری آنهایی هستی که تو را آویختن میخواستند. حیاتم را نجات دادی. تشکر. به من تشکر نگوی. معلومات به من معلومات سیری نقشه را بگو. اگر دانت هم سخن نمی کند این آدم ها در سخن نه در اصل پیروی دعوا می باشند. این را باشد. از تو میپرسم برای چی این آدم را آویختنی بوده ده؟ برای چه؟ در حقیقت طرفدار صلح بودم. برای همین خواستم آویزان کنند. گپ نزن. خواهینگری نکن. بس است. از سخنهای خونین شما بیزار شدم. از عملیات هایی که جان انسان ها رو میگیرم بیزار شدم. تو آدمی روزگار دیده هستی؟ چی بودن این قضیه را نقصر میدانی؟ آیا این آدم ها غلام های ارکین کاندو نیستند مگر؟ آیا این آشکار نیست؟ البته. تو بگو عملیات بزرگ پیکر چی است؟ بگو. گپ زن. تو زود خری با چی میخوایی؟ آقای مظهر جیخ میزند. به تو گفتم سلاح را پرتا نمیشونوی.
پرتو گفتم. دختر جان سلاحت رو پرتو. باز یکان ناخوشی روی ندید. پرتو. این سلاح نیست. تلفن است و در درونش نوار شخصی که از دنبالش هستید. مرحمت. حالا او در کجاست؟ در کجاست؟ وقتی که به یکیت معلومات میداد از سرش پروندم. مرد لعنتی. آفرین دختری من. دیدی پیکاز؟ به فایده از لیلا گمان بر شدی. پیکاز من یلچین. گبزن و هرگز خبری بد نگوی. فهمیدی؟ متاسفانه خبرهای خوب نیست. کاری روی خط نشد. چه خیل نشد؟ تو چی گفتند را خودت میفهمی؟ من از دستم آمده این کارو کردم، اما وقتی تغییرات آخرین رو قبول نکردم. لعنت به تو، لعنت به تو. چرا اینقدر لعنت میگوی پیکاز؟ برای چی خشمگین شدی؟ درا این کیست جناب؟ منشی گنرال یلچین اوسلو. پیکاس او را به هدف گرفته است. خیری فلشکه رمزدار را کشف کرده کشاد. از داخلش نوارهای ناخوب این شخص برآمد. وای 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 وای. یعنی که پیکاس بر ضد این آدم دسیسه میکند. پیکاسی رزیل از این چی میخواسته باشد؟ با تو چه بودنی وظیفه یلچین اوسلو را در انقره گویم؟ خدا در حال همه‌اش را میفهمی. خیر جناب، وظیفه آقای یلچین از چی عبارت بوده است؟ وظیفه این آدم انتخاب محافظان شخصی در جزیره بوده است. یعنی عملیات بزرگ این سوءقصد علیه شخصی در جزیره مسکون بوده می باشد. چی یگون کار کردن نمیتوانی؟ بعد از این کار پذیر می شود. چرا این کار پذیر بوده است؟ نمیفهمی. از ما شبه میکنند. صدا میدهند. عملیات زیر خطر می شود. اگر عملیات زیر خطر ماند تو هم از آن خطر خلاص نمیشوی. پیکاز چی بود از عملیات زیر خطر میگذاشتگی پیکاز؟ مسئله روی خط نمیشود. ایوا پس چی کار میکنیم؟ به نقشه ب میگذاریم. نشود به نقشه و میگذاریم. اگر نشود به نقشه گ، اما این کار باید حل شود. برایت بیردن تو با من نیست. خوب شد از جناب. یک چند جای تلفن کردن لازم است. مرحمت آقای سلمی، نوش جان شود. تشکر. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. این آدم چویش رو نوشد بعد میبینم. اگر بنده خطا نکند بلا راهش را نمییابد. سالهای دراز در زبانم داغ میزد. حالا باشد این حقیقت را به سر میبرم. خدایا در کجا خطا کردم که اینها به سرم آمد؟ زنم مرد، من حبس شدم،
فرزندهایم پریشان شدند. تو ظلم نمی کنی خدایا، با تمام هستیم باوری دارم. اما من ضعیف و عاجزم. با بالهای پروانه بودم، کوههای وزین را کشانیده نمیتوانم. و من قوه صبر کردن را عطا کن. قوه صبر ده، التجا میکنم. من پروا ندارم، سرم رو ویران نمیکنم. بله همین خیلی. اکنون خودم را باید به دست گیرم. تشکر. نقشه باشد این است. به جای یکی از پاسبان‌های به جزیره میرفتگی میگذری. اگر بگونه بودم را فهمند چی میشود؟ حیران نشو، نمیفهمند. تو را خوب پنهان میکنیم. چخیر؟ یکی از قد و قامت و وزن پاسبان‌ها به تو مانندی میکند. یک طبیب عالی تو را مثل او میکند. آنها یکی از بهترین حبسخانه‌های دنیا میباشد. با یک جراحی ساده و تغییر دادن سر و لباسم چگونه به درون میدرویم؟ پاسبان‌ها وقتی که به جزیره می‌دارند با ایزی انگوش و نوری چشمشان می‌دارند. نسخه ایزی انگوش و بینش همان آدم را به تو مانند می‌کنیم. تو باشی با آسانی می‌توانی به جزیره درایی. جناب، یک بار دیگر من با ذکاوت عقل شما قایل شدم. کارهای خرد را هم از چشم نگریزاندید. نقشه بنقصان عاقبتش موفق است. فراموش نکن. شیطان نفهمد. شیطان گفته؟ با او شناسی خوبم. میگویند که گپی آدم خوب را گویی میآید. با گپ قریب بوده کیامینیک. حالا این شیطان در بالای چی میآید؟ بیردنی مرا مثل همین شخصی دیدت میکنی، فهمیدی؟ یک چرخ زنید کنی باز به دیگر طرف. شد. راستی گپ بیردن حالا زن ندارد، اما او را یک کاری کن که زنش حتی نفهمد. شما نگران نباشید، عیناً مثل او میکند او را. عالمان فکر میکنند که او را به راهی نسخه گیری کردند. این کارخواه این خیلی آن خیلی باید کرده شود. شخصی در جزیره بوده حتما میمورد. بله، بعد از این عملیات زده خورد ترکا و کرتا به آخر نمیرسد و از این دیده فکری بدتری نمیشود. یعنی عملیات بزرگشون همین بوده است. این رو در حال با آقای مظهر گفتنم لازم. در آنجا کیست؟ کیست در اینجا؟ من نظارت میکنم.
کنیست؟ مرا سرده. در دستت بودن پرتا. سگ بچه مرا قصد کشتن کردی ها؟ سلامت باش برادر، سلامت باش. با دقت باش برادر. کسی نیست جنوب. بیایید دوام بدیم. از پی کار زودتر شوید. کشتن سیر نشده ای؟ انا گیر جزایت را. شما نگفتم که با من سر و کار نگیرد ها؟ نگفتم که سر و کار نگیرد. جزایت را گرفتی؟ سزایت را گرفتی ها؟ آرام شو. وای 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 وای. آیا با شما معقول شد؟ جناب آیا به شما نگفته بودم؟ عیناً مثل اولینش می شود. بسیار خوب شده است. تشکر زیاد. با اجازت شما. گوش کن، این را با انگشتت می اندازی. این ایزی حقیقی پاسبان است. عالی جناب شده است. این لنزه ها را نیز به چشمت می اندازی. نسخه اساسی پاسبان است. شیطان حالا افسوس خورده ایستاده است پیکاس. برای چی؟ من اینقدر با استعداد نیستم گفته. در این خیل مسئله ها یگان کس دستاوریزی تو نمی شود. کیامینیک بر من لطف میکنید. تو همیشه شیطان پیش میگذری. تشکر عالی جناب. با فکرم که مثل تو بر اینها را آنقدر اهمیت نمیدهند. این حجت را گیر. در اینجا معلومات آید همون شخصی که رول او رو میبازی هست. از تیم مخلصی میکرده سرکرده تا خوراک دوست داشتنش را همش را از یاد کن. آنجا همه یکدیگر را بسیار خوب میشناسند. برای همین درست را خوب تیار کن. مایلاش پس محافظ پاسبان اساسی چی میشود؟ آرزو با آدمهاش کاری او رو حال کردن. تو چی فکر میکنی؟ آیا ما ایزی انگوش و معلومات های او رو از کجا گرفتیم؟ بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. رنگ های بدنم آب می شود. آیا تصور میکنم اگر این سوی قصد عملی شود؟ یا وقتا با او گل داده او را با آسمان هفتم برآوردی. کیامینگ ها؟ خودنمایشی میکردی. میبینم که حالا بسیار خوشحال هستی. برای من شخصیت ها مهم نیست. این دعوای عزیزمان منفیت های بزرگی دارد. این عملیات باشد در حبسخانه با امنیت ترین ترکیه یک شخص را کشته اعتبار ترکیه را در عرصه جهانی صفر می کند. همین خیل با اتحاد اروپاییشان خیالاتی پیوست شوی دوام دارد. بعد چی؟ بعد اینکه با یک سنگ نقشه مرگ یک پرنده می شود. باز هم مثلا همکاری با شمال عراق بعد می شود. آنها باشند دیگر با ترکیه سر یک میز نمی شینند. مسئله های حل مشکلات های کردها هرگز دیگر استفاده برده نمی شود. باز چی؟ شخصی در جزیره بوده این دنیا را که پدرود گفت چشم ده ها نفر بالای وظیفه او می باشد. البته که 10 نفر خارجیان کمک میکنن. کمک کرده
همه آنها برای به دست آوردن وظیفه جنگ را آغاز میکنند. کوها پر از خون میشوند. چه خوبه؟ فهمان ذوق دست شده ایستاده است. کجا باشند بعد از وفات در جزیره بوده اعتباری که گم کرده بودند با کمک بین المللی از سر نو برقرار کردن میخواهند. در عرصه جهانی میگویند که شخصی که به قتل رسانیده صلح‌خواه بوده مجادله او نیز علیه دولت ترکیه حق بود. همین خیلی همه بر خاک یکسان میشود. بله آقای مظهر عملیات بزرگ رو فهمیدم. با شخصی در جزیره بوده سوی قصد تشکیل کردنی‌اند. آیدی سوی قصد همه چیز را فهمیدیم. خوشبختانه آنها نمیدونن که تو آدمی مایی. نباری رو که تیار کردم کارم رو خیلی آسان نمود. بعد گپ میزنیم خاموش کردنم لازم. مایلش با دقت باش. جنابان، ما اکنون سیر آن عملیات بزرگ و رزیلانه را میدانیم. این نقشه ناپاک سوی قصد علیه شخص مسکون جزیره بوده است. مقصد نقشه آنها در ایامی که صدای صلح بالا شده ایستاده است. از کودکی که هوا را سر کرده تا بینان نفرت را پیدا کردن است. این کارتان خواهینی است. این جاهلی است. آیا شما فکر نمی کنید که اولین ضرر خودها می شود؟ این چه حرکتی به افغانه تو هستی؟ جنابان بس کنید جنابان. این شخص این کاری کرده تان رسما قاتلی است. آرام باشد جنابان، آرام. آقای مظهر شما رو دیدن میخواهد. مادرش تو در اینجا است. آنها رو نگاه کن. بیا مرا جغزه دید جناب. بیا بشین. شما دیدید آقای مظهر چه خیل با یکدیگر پرخاش کردند. اگر در جزیره آن شخص میمرد پس فکر کن که چه حادثه ها رخ میداد. آن وقت کشمکشی ها خیلی زیاد می شوند. بسیار کشمکش های ناجور می شود. شخصی در جزیره بوده مراد نه تنها دولت ما بلکه دولت های میان این قدمی نخستین آنها می باشد. خود کارتا با آنجا رسد جناب. مثلا احتمال اولین حمله ها در هکاری و مکزیکو و آغاز می گردد. بعد از آن در شرنک تسلیم کردن شخصی در جزیره بوده به ترکیه این یک حله و نیرنگ نیمکاله گروه تروریستان که سال 1993 باید پرچم خودشان را در نزد بنای در حقیقت خلقی خورد پشتیبانی این مراتب کوشش میکنند که دادستان باشد طبق قانونها غیر از بددار آویختن دیگر چاره ندارد. بددار آویخته کشتن بی بی سی اعلام میکنند که ما از ترکیه عیناً مثل گفته‌ات می باشد دولتی مستقل شدیم بدار نکشیده کارتا به این درجه باشد. برای همین نفرانی که این نقشه را کشیده بودند نقشه کشیدهشان یک بار کوشش در عرفه قدم های نو به سوی دموکراسی در ولایت های شرق باشد همه در تلویزیون ها داد و فریاد میزنند کسی که جدا شدن میخواهد جدا شود. انا محض یاد همین است در حادثه سال 1993 گروه تروریستان را از سم مقاومت شدید پلیس در وقتی چاره ها را جستند شخصی در جزیره بدل گشت. بوی خون تا به ارزروم اکدیر یزگرد مرسین ادانه و حتی تا به استانبول نزدیک در شبکه های بی بی سی و اسمن میدونی چی میشه دروغ را در تمام دنیا پخش کردند که کردها و ترک ها یکدیگر را میکشند. جناب سازمان ملل متحد که پیوسته در غم بشریت می باشد شاید چون میان رو دخالت کند. بشریت به پا خیستند که در ترکیه یک ملت را زیر شکنجه قرار می دهند. از کانادا تا به ژاپن در صحیفه های اول روزنامه ها عکس های کرد هایی که از طرف ترک ها کشته شدند به چاپ می دهند. وای خدایا وای وای وای.
نیرنگ را بینیده و در این حالت ارکین کندو شیرک شده همه را زیر دست میگیرد. پس این معنای تیاری و تبدلات را دارد و تبدلات در حال به میدان می آید. سود عالی در سود فعالیت های خود را آغاز می کنند. نقشه 2011 در یه اسیاده. وقتی که این حادثه ها در ترکیه به عمل می آید، سروری انجمن جهانی در قصرهای شتلندیا در کنار کولی کاما شاهانه شامپان را کشاده نقشه های نوی ترکیه را حساب کرده و استقبال ظفر نوبتی را با شامپان های کشاده به قید می گیرند. انشاءالله می بینیم آن شامپان ها در کجا و چگونه کشاده می شوند. دو چیز را بعد شروع کردن نظارت کرده می شود ولی پیشگیری کرده نمی شود. آتش و جنگ را، اینها را سر کردن آسان است، اما کی و چگونه پیشگیری می کنی؟ این نکته است که شخصان ماجراجوی این را نمی بینند. با کی بازی می کنند؟ با چی مشغول می شوند؟ متاسفانه این را نمی بینند. پس در یک مرحله وزین و تقدیر ساز قرار داریم. بله، بسیار هم وزنین. یکیت برای همین نقشه این آدم ها مثل سنگ دمینو تاثیر می رسونند. بله. وظیفه ما باشد پیش از شروع شدن این نقشه های آنها کار را تمام کردن لازم است. پس برای چی نشستیم آقای مسعد؟ با گپ زدن نمی شود. در حال عمل کردن لازم است. حتما حرکت میکنیم، اما اول باید با سرداران دولت واخوردن لازم. این مسئله ها را با آنها بررسی کردن در کار است. بله. مرحمت گیرید. Mehmet Golcuk. Salih Yolcuk. Semih Yılmaz. چی گپ شد پیکس گپ زن؟ شما 6 نفر هستید، باید 7 نفر میشدید. بسیار خوب، شیرکی مرا فرق نکردند. همش خوب رفته ایستاده است. من هم دیدن میخوام. به طاقت نشو منیک. انا گیر تماشا کن. بیا پاسبان اساسی در کجاست؟ در قفاست. شیرک من از اصلیش دیده زیباتر شده است. گفته بودم کو. در این دنیا یک تا پیکاس و یک تا مینیکایه هست. دویمش زیاتی است. شیرک هم بردن هم باید یک تا باشد. ببخشید دیر کردم. حرکت کنید، میروید. تشکر، فهمیدیم.
بیردن شربچه وظیفه‌اش را میکند و شخصی در جزیره بوده میمیرد. پس شما چیکار میکنید؟ همه فرمانهایتون یک به یک براه مونده می شود. سینون بمبه های چور رو از عراق آورده است. در مدتی کوتاه به چایچی و آدمهایش تقسیم میکنیم. برادر چایچی با این بمبه ها همه رو زیر خون قرار میدهد. در شهرهای کلان مثل پختن جواری مکه بمبه میکفاند، پی در پی سوی قضا میشود. همش رو یک به یک به نقشه گرفتم پیکاس. شما تنها مدد کنید با باقی کاردار نشوید. بعد از سوءقصدی کرده امان شخصانی که خرسندی میکنند شنوارهای قلبکی گرفته در بین کردها فتنه میاندازیم. در طرف غرب ترک ها با کرد ها، در طرف شرق کرد ها با ترک ها دشمنی میکنند. ما باشیم تماشابین میشویم. در یک چند مکان بمب ترک کنیم و یک چند نفر رو کشیم، جنگ سر می شود. در شرق یک چند دهاتایی که طرفدار حکومت می باشند آنها را زیر بمب قرار دهیم، در بین خودشان جنگ سر می شود. یا اینکه در شرق در مراسم غم و غصه طرفداران گروه های تروریستی بمب ترکت، جنگ برادر کش سر می شود. در گازیتایو تیوی ها خبرهای جنگ سر شد، اکنون راهی بازگشت نیست. نشر میدهند. نگران نباشید، صحیفه های روزنامه ها را الکی پر کردم. اگر یک چند خبر جنگ برادرکشی نشر شود در حال سازمان ملل متحد در بین می درآید. کردهایی که طرفدار گروه های تروریستی می باشند در حال از سازمان ملل متحد یا از ناتو کمک طلب می کنند. فاندهای بشردوستانه بین المللی و بیچاره های در جنگ بوده برای کمک کردن کمری همت می بندند. با یک چند نوارهای قلبکی مرده ها تمام دنیا را شاید به پا خیزانیم. بسیار خوب می شود، مثل اید می شود. در همه جای بمبه ها پک پک گفته می ترکند، مثل در لونا پارک به جای مرغابی شکار انسان ها می شود. از حاضر به هیجان آمدم. نباشد فیلم را آغاز میکنیم؟ خوب، این فیلم را چگونه به ما نمایش میدهی؟ ویدیو و میکروفون را به عینک شیربچه جای کردم. عملیات را ثانیه به ثانیه تماشا میکنیم. آیا در وقتی کفت و کپ کردن این چیزها نمایان نمیشود؟ نه، این چیزها را با تاریخ رنگین یا اینکه دیگر نورها دیده نمیشود. این گونه خصوصیت دارد، آنقدر خرد می باشد که حتی نمیفهمند که این کاری ما بود. اما فیلمت عالی جناب بود پیکاس، زیب اسکار دارم. من این گونه فیلم ها رو دوست می دارم پیکاس. بسیار خوب، ما باشیم لحظه به لحظه تماشا کرده از اینجا نظارت میکنیم. خیر، کنی فیلم رو سر کنید. من خبری شما را انتظارم. بیا میرویم. حالا چی کار میکنیم؟ یک نقشه بزرگی هست، باید آن را انجام دهیم. بیایید میرویم. بله محترم سروزیر، عملیات سوءقصد در جزیره بوده را بررسی کردیم، راست برآمد. در حال برای پیشگیری کار آماده شوید. اگر این کار عملی شود برای وطن ضرری کلان می شود. مسار نگران نباشید جناب سروزیر، پیشگیری میکنیم، سعی میکنیم. کسی که در این کار راه بلدی میکند آن را هم فهمید. بگمونم که راه بلدی این کار شخصانی میباشند که کتاب را دزدیدند، میخوان که باز یک فتنه دیگر را تشکیل کنند. و جزیره زنگ زده آنها را آگاه کردید؟ خواستم که اول به شما خبر دهم، حاضر تلفن میکنم جناب. آقای مسار، همچون سروزیر این کشور به شما باوری کامل دارد. شما میدانید هرگاهی که فرصتی نابود کردن تروریستان را پیدا کنیم، یک گروه خردککی که دموکرات یاران نمیخواهند در همه کار خودشان را شریک میکنند.
محترم سروزیر، آنها آن شخصی در جزیره ارضی وجود داشته را کشته حمله بزرگ کردنیند. وقتی که دولتمان یک شبکه به زبان کردی را تشکیل کرد، این یعنی نقشه تروریستانی در کوهستان بوده را دعوت کردن داشت. از این لحاظ آنها با سرعت قوه جمع کردنیند. همین طور در مقابل ما در زیر نقاب همین گروه های تروریستان از گروه های خوردی دیگر عمل می کنند. معلوم نیست که دستی کی در جیبی کیست. خطاهایی که در گذشته صادر شده بودند اصلاح شده ایستادند و این باشد آنها را ناراحت می کند. اکنون شخصی را که پرچم آنها را بالا می برداشت قصد کشتن دارد. این نشانی آن است که زنده و یا مرده باید پول فایده بیند. محترم سروزیر، با کمک شما همه این نقشه های این وحشیان ارکین کاندو را ویران خواهیم کرد. وطنمان یک مدت هم باشد قامتش را راست می کند. خداوند مددگارتان باشد آقای مظهر. دولت پرقوت است، اساسش باشد دعا است. ما فانی می باشیم، امروز هستیم فردا نی. خداوند ملت ما را زوال ندهد. یک چیز دیگر مظهر، تنها به جزیره خبر دادن کافی نیست. در جزیره باید این باشه که کارها طبق نقشه هایت شود. اگر لازم شود از آدم های خودت یک دو کس را روان کن. از تو خواهش میکنم که در فکر این کار شوی. خواهش شما را همچون فرمان قبول میکنم محترم سروزیر. با تو باور میکنم شمایان قهرمانان این وطن هستید. شما فکر نکنید که خدمت شما فراموش می شود. روزی می آید که این ملت شما را با نیکی یاد می کند. سلامت باشه جناب سروزیر. اکنون چیکار میکنیم جناب؟ من به جزیره زنگ زده آنها را آگاه میکنم. تو در حال تیاریت رو بین به جزیره می روی. اگر با آن شخص حادثه رخ دهد در این دولت غوغای فتنه اوج می گیرد. چه شد؟ چرا خاموشی؟ جناب، من شاید در این کار موفق نشوم. یگان شخص دیگری نبود که حیات او را نجات دهیم جناب. این احساسات را از عقلت دور کن جناب یگیت. در وظیفه دولتی سوال نباید دهی، به اطاعتی هم نکن. این وظیفه را به دوشت گرفته می روی. اگر در این راه جانت را هم دهی باید روی وظیفت را اجرا می کنی. فهم آقای مظهر، ما این سبق را خوب می دانیم. نگران نباشید. می توانی روی. زود باشه میرویم. گذر قماندان گذر. رفیقان پاسبان آمدند. گذر. نزد شما روان میکنم. گذر. فهمو سردار. بیردن شیرکم، اگر مرا شنوی یک بار سلف زن. رفیقان قانون را میدانید. اول جنگ گوشت را نظارت میکنید، بعد بنشید چشم و نظر میگذارونید. مرا میشنوید؟ میتوانید سر کنید. این کار رو تمام کرده میتوانی بیردن. میتوانی گذاری. بیا. تشکر. تمام گذار.
لطفاً یک بار دیگر تکرار کنید. بیدن آرام باش. به هیجان آمده خطا نکنی، فهمیدی؟ تشکر. انا همش اینقدر. تشکر. لابای از مرکزی مخصوص استخبارات زنگ میزنم. من جواد گرسل، سردار پاسمان ها. مرا در حال با قماندان پیوست کنید. حالا مشغول میباشد جناب. پاسمان هایی که نو آمدن آنها را نظارت میکند. بگو که برای یک کاری فوری زنگ میزنم. به نهایت فوری میباشد. التماس بگو که در حال به من زنگ زند. به نهایت فوری جناب. گپی گفتم رو بکن. خوب شده جناب، برسانم. واه چی شد؟ با کی خیزخوان کردی؟ هیچ چیزی نه. قماندان ما کجا رفت؟ حاضر می آید. او را باید یابم. رویش کار خوب است شیرکم. آرام باش شیرکم، آرام باش. اویا یگون کاری فوری است. بیا با این طرف. آن همین اتاق. در حال زودتر چی کاری که میکنی نمیکنی کارو حل میکنی. اگر در کار شود از اون دوسیت سلامت مایلش این حال کار خوب میرود. شیرکم یگون کس در نکرده است، بانگی خطر هم نمیداند. سیمیلو فشار کنی در زیر پای افزال است. وقتش که اومد میگیری. مایلش کمتر بس به هوای تازه میبرد. همان وقت کارو تمام میکنی. حالا به جای خودت گذر. از من منتظری خبر شد. فهمیدم. آماده شوید. زودتر به جزیره می روید. مایلش تاخیر نکرده از پی کار می شویم جناب. انشاءالله که یگون نقصان پیدا نمی شود. اگر حادثه رخ دهد دیگر راه گریز نیست. حتی شاید تفریقه دازی سر شود. خدا نشانه دهد آقای مسار. نباید به این خائن هایی که وطن را دو تقسیم میکنند فرصت دهیم. برای یک پرچگی این وطن جانمان را دریغ نمیداریم جناب. آقای مسار، جان و روحی ما در راه این وطن فدا بود. شما نگران نباشید. و تاز چرا تو به پا خیستی؟ اولی جناب گفتم که نخیز، اما آقای مسهر من هم میخوام با آنها روم. گفتم کو با این حالت نمی شود. تا خوبتر نشوی به یگان جای نمی روی. اجازت نمی دیم. نگران نباش وطاس، همش را ما میکنیم، احتیاج به تو هم نمیماند. او یگان کار نیست که من کنم. دعا کن. زودتر دیگر نیستید. تو به جایت رو. خوب شده است جناب. این کارو با موفق انجام میداد. به هر حال موفق می شود. مجبور است که موفق شود. پیکاس من باید روم. با کجا؟ باز اینا واخوری دارم، بعد به خانه رفتم در کار. مایلش به هر حال خبرهای نیک را از تیوی میشنویم. تا بازدید. خیر، سلامت باشید. مرحمت برادر. تشکر. با خدا حیاتی مرا نجات دادی برادر. خدا از تو راضی باشد. خداوند از همه ما راضی باشد. با گمانم بسیار کس خرسند می شود. در اینجا یک خدا زده راهزن هست، از همه پول میگیرد. من گفتم که نمیدیم، بین هم پول ندارم، باشد هم نمیدیم. او باشد به طور مجبوری از من گرفتن خواست. آخر میدونی اینجا قانونهای خود را دارد. تو در اینجا برای چی هستی؟ من بیگناه هستم.
در اینجا کسی رو که پرسی میگوید که بیگناهم. کنی فهمون؟ تو با من کمک کردی، شاید اگران فایده از من مترسد. کمی بیش از یک بلا سخن کردی کو. سر من هم همین خیل بلا آمد. پدری زنم برای فرزندهایم را از دست گرفتن چاه تیار کرد، تهمت کرد. دیگر کارها هرگاهی که به یادم میاد از پایم ویران می شود. یک دقیقه آیا تو اون پلیسی که در روزنامه ها نوشتن تو نیستی؟ نجمی یلمز. نجیب یلمز. یا توبه، آمدی کار را بین. باز چی شد؟ این پدری زنی تو سینان کو آن به شرف بیویجان خانه ای من را ویران کرد. اپای ارزو بسیارم زیبا بوده است. تشکر زیاد، نمیدونم چی گویم. هیچ گپ نی نوربانو، اکنون تو دختری کلان شده. بابا باید گپ زدم، شاید برایت ماشین خرد. باوریم نمیآید. بلا حرف نزن، بو باید میفهمم. مازه سورپریز گم میشود. انا الپرین جان، انا اینش از آنی توست. آیا معقول نشد؟ من کودک نیستم که با ماشینچه پولدار بازی کنم. میدانی که بابایت برای این چقدر پول صرف کرده است؟ شما با پول حرام اینها رو خریدید. دیوانگی با احمقی نکن. چه میگوید؟ تو ما را میگویی؟ الپرین دمت رو گیر. از حد نگذاران کودک دو روزه به من چنین گم میزنی؟ سینان جان، التماس. آقای سینان، چنگ گفتنی شخص شما رو دیدن میخواهد. حالا در نزد در است. چنگ؟ او کیست؟ نمیدونم جناب، گفت که بسیار کاری ضرور است. پس رو به درون جیغ زن. خوب شده است. بچه ها، کنی شما به اتاق قطار روید. میلش. با دقت شو جانکر. تو کیستی؟ چی میخواهی؟ تو کیستی؟ چی میخواهی؟ جناب، من از شرکت فیلم براری بیندنیز میباشم. به من چی؟ یک فیلمی نو برآمده است. گفتم که پیش از کینوتئاتر شما میدیدید. یا خدای، توبه توبه. برادر، تو دیوانه شده ای. چگونه فیلم رو میگویی؟ خانم اپا، در این فیلم همه چیز هست. جنایت، کشتار، تهمت، اغوا، چیزی که میجوید وجود دارد. تا به این درجه است. مرا گوش کن. چنگ هستی، منگ هستی. کسی نباشی آدم بر این گپ زن. نباشد از خانم رو. در این سحر مرا عصبانی نکن. موضوع فیلم این هست امک. عمر گفتنی یک مرد در شرکت
شرکت نقلیاتی کار میکرد. این مرد را کسی کشته است، اما جنایت در گردن نجیب پالیس میباشد. شخصانی که این کار را عملی کردن از کامراهای دکان آنجا بوده بیخبر بودند. انا همین خیل بودم اک. تو پدر زن ما را از کجا میشناسی؟ اکا در وقتش من راننده آن بیشرف بودم. یک روز مقامات گروه نشأمندی ماشین ما را مند کردند. چیکار میکنید؟ گفتم که بساطهایشان در آمده از ماشین من آن بناموس 4 کیلو گرین پرداخته است. میفهمی؟ آیا تو از این بیخبر بودی؟ بیخبر بودم اکا. قسم میخورم که بیخبر بودم. من بچه های محله ایوب میباشم. با این خیل عمل ها سر کار نمیکنم. بعد چی؟ بعد او آمد ماشین از آن او بود. میدانست که به او جزا میدهند. عجایب ترسید. با من گفت که گناه را با گردنم گیرم. من چورای تو رو میبینم، فرزندانت را هم نگاه میکنم، فلان قدر پول میدهم. گفت به حق خدا. پس چرا شکایت نکردی؟ اثر دارم، احتیاج به پول داشتم، پس چیکار میکردم؟ من هم راضی شدم، گناه را با سرم گرفتم. گفتم که او به این کار یگان علاقه ندارد. و تو به محبس در اومدی؟ دیگر هیچ کس از تو پرسان نشده است؟ همین خیل فرزندانم پریشان شدن. من احمق عقل خالدی را میشد. این خیل نگو. این سخن اهل دوزخ می باشد. اگر عقل حاضر هم میشد گفته. سینان حالا هم با این عمل ها سر کار میگیرد. اکا آیا بس میکند؟ تون پول مییابد. باز با پیکاس شریک است. واهی مکرده میگردد. رئیسی اساسی او میباشد. من این سینان را بسیار خوب میدانم، بسیار خوب. اما کسی ما را دیگر جدی گمان نمیکند. من گوش میکنم. تو باید به من دلیل صحیح دهی. آیا داده میتوانی؟ البته میدهم. تا حال در آنجا یک رفیق راننده دارم. باز تلفن را میبینم. فهما. تو زودتر با او در علاقه شو. کنه بین یگان خبر رو فهمیده میتواند. نه پس این فیلم چه خیلی تمام میشود؟ راستی گپ 2 فیلم تیار کردند. یک تایش در نوار و نشر در تلویزیون و روزنامه ها می براید. دیگرش تازه کرده نمی شود. یعنی که از دست پلیس کاری نمی آید. خاتمه این فیلم با خرسندی تمام می شود. چقدر پول می خواهند؟ راستی گپ فیلم $50,000 می باشد، اما ما که در حدود ترکیه می باشیم 50,000 لیره ترکی می خواهیم. نسخه اصلیش چقدر پول می شود؟ این مبلغ همش رو در بر می گیرد، دیسک و دیگر نوارا. با این فیلم خیلی مرا ظاهر نموده. پیشنهادی پولی معقول است. من هم دیدن می خواهم. گیرید، البته گیرید. این رو با کی گویم؟ اکای نیازی. ها بله. کنیست؟ باز میگریزی الپرین؟ چقدر گریختن اپا؟ دستم رو رها کن. سرده. باز به نزد دادم میروی ها؟ ای مرا گوش کن. هر وقتی که میخوای به نزد دادم رفته او را دیده نمیتوانی. اپا دود نزن، کمی آهسته گپ زن. به یگونجا نمیروی. به درون گذر. ای بسیار مهم است. اگر بسیار مهم باشه به من کنی فهمون؟ اگر با تو فهمونم با من باور نمیکنی. به درون درو. به درون درو. سرده اپا. آیا چه قبول میکند؟ متاسفانه پولی نقد بهتر است. مایلش جانم، اما اینقدر پول در جوزان نمیگنجد. تو سراغت رو ده، من به خونه‌ات میارم. مرحمت خانم. همه اشیاهای الکترونی رو تعمیر میکنیم. منتظرم خانم. مایلش ما میوهیم. تو حالا پنهان شو. تا دیدن.
سوید بیرو سیم گل افشار کنی رو تیار کن من به بیرون میبرویم مالش دیر نکن لبای آقای مسا باشد آقای مسا کمی دیگر من بعد یک لحظه در آنجا میشویم آقای مظهر بود چی گفت روی خط را به جزیره روان کردند با روی خطی رد شده مقایسه میکنند فهمیدم ما هم کمتر پس میرسیم به هر حال آنها از این کار باخبرند ما نباید اندیشه کنیم انشاءالله که همین خیلی است ثابت انشاءالله انشاءالله کار خوب می رود شیرکی من هدف روی به حل کار رفته ایستاده است همه را بسیار خوب می بینیم تو تنها گوشک را خوب گوش کن در همه جو کامیراها میگوشند چون من با پیش روم که مرا نبینند منتظر نشو در آنجا یک رفیق با تجربه ما هست کامیراها را پیشگیری میکند تو آرام شو کسی یگان چیز را نمیفهمد зане ки раиси ҳизб ҳаст бо ҷумъа байкан алоқа кардааст ҷумъа бошад бо одамонаш тамоми қувваашонро дар кӯҳистон барои ҷанг кардан сарф карда истоданд ҷумъа бо он раисаи сиёсатмадор зуд дар дохук вомехӯранд вақти ҳавои тоза гирифтан расид як мактуби махфӣ омадааст махфӣ аз посбонҳо салих ба шоглу дарҳол хостаанд ки ҳуҷҷаташро назорат кунанд барои чӣ лозим аст به این هم وقتی درآمد نظارت نکردم. بله، اما این خبر از استخبارات مخصوص آمده است. وقتی که آنها این را خواستند معلوم که مسئله جدی است. با قماندان خبر میدهیم. است. چی گپ است؟ چیکار میکنی؟ آنا بین میرود راهگرد در حال پیشروی او را میگیریم. ای قماندان، با تلفن خبر میدیم.
با کجا می روید؟ بیا رفتیم. زودتر این کار رو تمام کن. تو در جای نیست. با شما چی شده است؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ او رو گرفته ببرید. چی گفت شد پیکاس؟ دستگیر شد. ای وای، همه عملیات هایمان برباد رفت. این آدمی ما نیست. لباسهایش را عوض کرده است. او را گرفته برید. مرا سر دهید میگویم. راهگرد رفتیم. شیطانی نابکار، لعنت به این خیرکار. تمام شدیم، محو شدیم. کمی دیگرش مونده بود. احمق، دیوانه. برای چی اینقدر آرامی پیکاس؟ عملهای چندین ماهت برباد رفت. ایسکنی کایامینیک در حال رو افتاده نشو. ایس کار رو نو سر میکنیم. انا تماشا کن. من تماشا کن. تو کیستی؟ و در اون چخل در آمدی؟ تو را با اینجا کی روان کرد؟ گفزن به تو میگویم نمیشنوی؟ او را به نظارت خانه ببرید. با دقت باشید به خودش ضرر نرساند. ببرید. شما او را ببرید. من نوارهای کامیرا را تفتیش میکنم. هلو پیکاس. گوش میکنم. مردم را دستگیر کردن. پیشگیری کردم اما نتیجه نداد. این کی بود شما؟ نمیدونم. برای عملیات رو زیر خطر نماندن مجبور شدم که او را دستگیر کنم. خوب کردی. حالا آدم های در جزیره بوده فکر میکنن که خطا را پس سر کردند. به نقشه بی میگذاریم. اکنون این طرفش کاری توست. مایلش بعد از تنفسش کار رو حل میکنم. باز چی میکنی؟ سیم در دستم میباشد. کنی کاری تو را بنیمشه بچه. چی شد؟ هیچ چیز رو نفهمیدم. به شما گفته بودم که حاضی سر می شود همی که نه؟ و در اون دو آدم را در آورده بودیم. بردن نفره بود که او را با آسانی می شناختند. وای وای وای، تو در درون شخص دیگر را آماده کردی؟ کوشش کردم اما نشد. در درون آدم خود را آماده کردن امکان پذیر است. پس با کدام راه کردی؟ یک شخصی بیرون بوده را مثل پاسبانی درون کرده بودیم. تا با کجا ترقی کردن تیپ را باور نمی کنی کایامینیک؟ جراحی پوست روی را باشد هرگز باور نمی کنی. پیکاس، این کاری تو با عقل من نامده بود. بودهش آفرین. این اشبوز از کجا بر اومد؟ لیلا، دیدی نقشه گفته انا این را میگویم. نقشه خیلی عالی. اکی نیوزی؟ الپرین انیق چی رو شنیده است؟ به خانه‌شان یک شخص آمده است. در نزدیکی ها دکانی دارد.
چیزی را به نوار گرفته است که نمیدونم. با هیجان فهمون یگان چیز رو نفهمیدم. از کجا جسدی او را یافته است؟ من هم کوشش کرده ایستادم که اون رو به خاطر بیارم. گوش کن، شاید در همین جا بودنشان در کاره. دکان چی بود است؟ دکان تعمیر اشیاءهای برقی. اوه، شما را اینقدر زود انتظار نبودم. پولهایت تیار؟ ثبت حقیقی را میدهی؟ آیا میتوانم پول را بینم؟ نشان ده. در اینجا پول نیست. ای بچه، یک دقیقه نگاه کن. نباید. در همین جا یک دکان تلویزیون تعمیر کن بود است. مکانش رو میدونی؟ از اینجا به طرف چپ میگردید، باز به چپ میگردید، از پیشتون میبراید. تشکر. مایلش نمیارزد. یاری دهید شاهرم ببرون یاری دهید این همون دکانی که ما میکنیم. کنی یک زودتر گزوزه کن. Toprak der mونده der. یک تلویزیون. حالا مرا گوش کنید. برای گزیته های فردا مقاله صحیفه اول رو تیار کرد. کنی ببینیم باز چی دروغ تیار کرده. اگر عملیات رو خوب تصویر نکرده باشی مرا شکسته میکنی. این خیل مقدمه چی خیل است؟ حرام مرده رفت. اگر این را دوستان گروه تروریستی خوانند دیوانه میشوند. دیوانه. بسیار فتنه انگیز است. تمام نشده است. کمی هم ترس دادن در کار. این خله صدای جنگ شهروندی میبراید. اینش چه؟ مکمل است. بیا مینیک بیا. آقای مظهر مرا گوش کنید. کوتاهی گپ همین که در درون غیر از پیکاس و بردن یک کسی دیگر هم هست. با دقت باشید. چی میگویی لیلا؟ که بودنش رو میدونی؟ نه باید خاموش کنم. خیر. سلام، ما از تشکیلات مخصوص می باشیم. با کلانهای شما از آمدن ما خبر دادند. با ما این خیل خبری نامده است؟ چه خیل نامده است؟ مگر برقیه نفرستادند؟ یگان حادثه رخ داده است. شخص با درون مخفی در آمده است اما او را دستگیر کردیم. بسیار خوب. آن شخص رو باید با ما سپارید. یک دقیقه انتظار شوید، خبر دهم. الو قماندان، از استخبارات مخصوص آدم ها اومدند. به جزیره رسیدید؟ بله جناب. تروریست را دستگیر کردند. کمی پس ما او را به اختیار خود می‌داریم. یگید مرا خوب گوش کن. پیکاس باز یک آدمی دیگر را به درون در آورده است. یک آدمی دیگر؟ شخص دیگر شاید برای آواره کردن باشد یا اینکه شاید نقشه پی باشد. هوشیار شوید. اون آدم برای حرکت کردن آماده است. خوب شده جناب. صابه در درون باز یک شخص دیگر بوده. تو چی ها میگویی؟ ما باید حتما به درون درآییم.
ایستید. این خیلی بدن اون دل آمدن نمیتواند. ایستید. چقدر استخبارات بوده است؟ آنها را باز دار. من به آنجا می آیم. بانگ خطر چه شده باشد؟ ایستید بگویم. دوید آنها را دستگیر کنه. در دست بودگی چیز. تو کستی؟ خدایا یاری دهید. یاری دهید. مرا میکشم. یاری دهید. میشونم. در را کشا. در را کشا. وعده میدیم که تو را بسیار عذاب نمیدیم. بطال دم رسید. در کجا بودنی حجره او را میدونی؟ بله میدانم. میشنوی؟ از آن طرف میآید. التماس میکنم یاری دهید. آخر مرا میکشم. یاری دهید. عسکران آمدن. راه گردابید. دوید اینجا محکم است. آنها را زودتر باز داره. تا حال یگان خبر نآمده است. انتظار میشویم. کمی دیگر انتظار میشویم. این کار را تمام کند. خواطر نشوید آقای مینیک. من به نقشه های پیکاس باوری کامل دارم. مرا نمیشونم. یا شما زبان نکرده. مرا میکشند آخر. یاری دهید. ثابت چرا این دفعه ثابت ثابت در اینجا چی گپ است؟ شما مرا نمیکشید. همین خیلی نمیکشید آخی نه؟
کی ثابت ثابت میمورم میگید طاقت کن درحال از مردن گپ نسال گمان نمیکنم انسان پیش از مردنش مرگ رو حس میکند در حیاتم اینقدر راحت نبودم مگر این کاری کردن ارزنده بود برای وطنم ارزنده بودیگید برای این وطن هر کاری که کنیم می ارزد ثابت کی ثابت جون حرکت نکن سلاحت را پرتاب بینندگان عزیز توجه نمایید به این خبری اتصالی روزهای تازه اتصالی همه عمرم با فقیری و مشقت و غریبی گذشت اما همین که یک لبخند زدم عکسی از ما گرفتند و زیرش نوشتند ببین خوشبختی در پل نیست Çəkilin qazi gəlir Üstündə vətən torpağı O həmin torpağın üstündə bitən bir çiçəkdir Sağlığını verdiyi torpaq